درود دوستان عزیزم، طرفداران برنامه هایم، عزیزان دلم. اولین حرفی که میخواهم این لحظه به زبان بیارم این است: نوروز مبارک. این جشن زیبا، جشن قدیمی، محتشم و خیلی هم با شکوه را با یکایک شما تبریک و تهنیت میگویم. نوروز به ما چی میگوید؟ نوروز به ما میگوید که اندیشه باید نو شود، نقشه ها باید نو شوند، تصمیم ها باید از نو گرفته شوند. خلاصه من مطمئنم که همه اندیشه های زیشت را، همه ناسازگاری ها را در گذشته میمانیم و با اندیشه نو، با فکر نو، با نیروی نو قدم میزنیم به سوی فردا. زیرا فلسفه نوروز نیز همین است، یعنی نو شوی. ببینید بزرگان ما چقدر دانشمند بودند که برابر شوی شب و روز را بدون هیچ یک تکنولوژی چندین هزار سال پیش میدانستند. آنهایی که زندگی را دوست می‌دارند، عاشق زندگی اند، جشن نوروز را میپرستند و دوست می‌دارند. زیرا جشن نوروز یک اشاره زیبایی هست از بیداری طبیعت، از آغاز کشت و کار، از برابر شوی شب و روز و اصلا از نصرت و برکت انسان به واسطه زمینی حاصل خیز. کسانی که دشمن زندگی اند، دشمن لبخند، دشمن زیبایی اند، نوروز رو دوست نمی‌دارند. ولی من مطمئنم که شما عزیزان دل من نوروز رو دوست می‌دارید. زیرا نوروز نیز مثل یک ارزش بی‌نهایت گرانبها از اجداد اجدادمان به ما میراث مانده است. وظیفه هر یک ما حمایت و حفظ رسم و عنعنه‌های ملی ماست. برای همین ما باید نوروز رو حمایت بکنیم. ما باید پاسبان نوروز باشیم، پاسبان ارزش‌های فرهنگی و عرفانی خود باشیم. عزیزان دلم، میخواهم که در نوروز این ساله فارغ از همه غصه های دنیا باشید، جدا از همه درد و رنج باشید، فقط شادی، نشاط، فرحمندی در خاندان هر یک شما حکم فرما باشد. ای خداوند زمین و آسمان، تا به نوروز دیگر ما را رسان. نوروز بار دیگر مبارک شود بر شما. سر سفره 7 سین میخواهم که تمام دوستان و رفیقان و عزیزانتان سرجمع باشید و این جمع پراکنده نشود.